من یه هماهنگ کننده مراسم ختمم. شاید بشه اسمم گذاشت مدیر قبرستان. بخشی از کارم نشستن با اعضای خانواده متوفاست. برای برپایی مراسم تشییع جنازه و فروش قبرها و چیزای جانبی دیگه. مرد 30 ساله بسیار روحانی به نام رسول یک بار با من نشست تا برای پدر بیمارش که توی آسایشگاه بستری بود قبری بخره. اون اهل جنوب بود، مردی بسیار دلسوز. عکسایی از پدرشو نشونم داد که اونم بسیار جوان به نظر می رسید که خیلی عجیبه به این زودی ها از خانوادش جدا بشه. ولی متاسفانه زمان مرگ اون در همون هفته فرا رسید. و رسول ترتیبی داد تا مراسم خاکسپاری پدرش تو همین قبرستان برگزار بشه. روز تشییع جنازه هوا بسیار طوفانی بود که باور بر اینه نشونه ای از خوششانسیه. جماعت تشییع جنازه مقابل ساختمان اداری توقف کردند. من از زیر سایبون جلوی ساختمون بیرون رفتم و رسول رو در پشت ماشین نعشکش دیدم. اینقدر هوا بد بود که از همون راه دور به هم دست تکون دادیم و من دوباره رفتم داخل تا اینکه جماعت آماده حرکت به سمت محل دفن شد. منم سوار یکی از وانت‌های قبرستون شدم و گروه رو تا ایستگاه آخر دنبال کردم و در اونجا با چتر نظاره‌گر شدم. بخشی از کار من اینه که مطمئن بشم خدمات تشییع جنازه بعد از خاکسپاری منظم انجام میشه و فقط برای بررسی منطقه چند دور با ماشین اون اطراف چرخیدم. همونطور که حداقل چند بار در روز کارهای زیادی برای انجام داشتم. کمی بعد برگشتم پشت میز خودم و حواسم بود که در قبرستون ساعت 5:30 بسته بشه. واسه همین به محض اینکه هوا شروع به تاریک شدن کرد، یه بار دیگه گشتی در اطراف زدم. برای اطمینان از این که همه اشخاص اونجا رو ترک کرده باشن. بعدش به سمت دروازه اصلی رفتم که ببندمش. اوایل تیر ماه بود و هوا خیلی گرم بود. ولی انقدر ابری بود که تاریک به نظر می رسید. انگار شبه. داشتم برمیگشتم به سمت دفتر که یه لحظه حس کردم شخصی رو دیدم که با عجله از لای قبرها عبور میکنه و قبل از اینکه بپیچه از دیدم ناپدید بشه بوق زدم و عجیبه که دیگه ندیدمش. چترمو برداشتم و به همون سمت زیر بارون دویدم، به سمت همون قسمتی که اون شخص چرخید و ناپدید شد و به ردیف طولانی سنگ قبرها نگاه کردم، ولی دیگه کسی رو ندیدم. یه 20 دقیقه زیر بارون حواسم به اطراف بود، ولی بالاخره بیخیال شدم و با ماشین به دفتر برگشتم و رفتم سراغ فیلم‌های دوربین مداربسته. چکشون کردم. توی هیچ کدومشون هیچ حرکت غیر معمولی مشاهده نکردم. هرچند که به دلیل طوفان دیدن همه جزئیات سخت بود. بیرونم چون تاریک بود سخت‌ترم میشد. سعی کردم در حین انجام کارهام دوربین رو هم زیر نظر داشته باشم. در حالی که چند تا از کارهای اداریمو تموم می‌کردم، وقتی شنیدم در ورودی اتاق ملاقات با شدت بسته شد، از روی صندلی پا شدم و ناخودآگاه فریاد زدم سلام. اولی حدسم این بود که همون کسیه که قبل از اون دیدمش. شاید چون درها بسته بود گیر افتاده و به دنبال کمکی برای خارج شدنه. رفتم توی لابی اما کسی اونجا نبود. نگاهی به اطراف انداختم. دوباره گفتم سلام. همه پنجره ها رو نگاه کردم و حس کردم توی یکی از قاب ها شخصی رو دیدم که داره نگاه میکنه. عقب پریدم و جیغ زدم.
نزدیکتر رفتم. با چشمانی گیج نگاه کردم. دقیق‌تر که نگاه کردم حس کردم من رو یاد عکسای پدر رسول انداخت. همونایی که نشونم داده بود. آب دهنمو به سختی قورت دادم. پریدم بیرون. یهو دیدم نیست. اون رفته بود. بازم اطرافو بررسی کردم. در حالی که زیر بارون وایستاده بودم و خیس می شدم. بعد دویدم داخل، وسایلامو با سرعت جمع کردم و سوار ماشین شدم. یه بار دیگه در رو باز و بسته کردم و پشت سرم قفل کردم. با سرعت به سمت خونه به راه افتادم. وقتی توی خونه همسرم از من پرسید چرا اینقدر ساکتم، فقط بهش گفتم روز طولانی و خسته کننده ای رو پشت سر گذاشتم. تا حالا هم خودم رو اینجوری قانع کردم که بیش از حد کار کرده بودم و مغزم داشت منو فریب میداد و هنوز حقیقتاً تصورش آزاردهنده است.